منطقه زیبای طالقان با طبیعتی جذاب و چشم نواز در 140 کیلومتری شمال غربی تهران در دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی واقع است. در شمال شرقی طالقان گردنه انگوران، زرین‌کوه و هزارچم قرار دارد که طالقان را از مازندران جدا کرده است. رمز حیات و الفبای زندگی در طالقان رودخانه خروشان و همیشه جاری شاهرود است که سرچشمه آن شاه چشمه واقع در عسلک از میان علفزارها می جوشد. منبع اصلی آب رودخانه شاهرود نزولات آسمانی و بارش‌های زمستانی و بهاری است که در ارتفاعات البرز ذخیره شده و در ایام سال در قالب ده‌ها چشمه و جویبار در میان دره‌ها جاری است و در نهایت رودخانه شاهرود را تشکیل می‌دهد و شاهرود عامل اصلی حیات و مظهر زیبایی در طالقان است. در مسیری که شاهرود از شرقی ترین نقطه طالقان سفر خود را آغاز می کند، به برکت وجود آب این مایه حیات بخش از قدیم الایام روستاهایی در حاشیه آن ایجاد شده و ساکنین آن با دامداری، کشاورزی روزگار را سپری کردند. درختان تنومند و سرسبز یادگار شکوهمندی از گذشتگان این دیار است که در کنار چشمه‌های جوشان و رود خروشان طبیعتی دلپذیر را به بینندگان هدیه داده است و مأمن مناسبی برای زندگی باصفا اما توأم با سختی فراهم آورده و سالیان متمادی اهالی طالقان از مواهب آن نسل به نسل استفاده کردند. زندگی در کنار شاهرود شعر همیشه جاری حیات در طول قرن‌هاست که در فراز و نشیب این دره پهناور جریان دارد و دامن پاک طبیعت آن باعث رشد و ظهور بزرگ مردانی چون عبدالمجید درویش طالقانی، خوشنویس مشهور عصر قاجار، غلام حسین درویش خان، نوازنده چیره دست تار، دکتر حشمت طالقانی، یار نزدیک میرزا کوچک خان جنگلی، آیت الله طالقانی، جلال آل احمد و استاد امیرخانی بوده است. در سالهای کم آبی و خشکسالی و نیاز کشاورزان دشت قزوین و تشنگان در تهران، فکر انتقال آب رودخانه شاهرود مورد توجه متخصصین قرار گرفت تا اینکه عاقبت پس از سالها بررسی و تلاش سد طالقان احداث گردید و در سال 1384 به بهره برداری رسید و 420 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده
در زمینی به وسعت 46,000 هکتار دریاچه زیبایی را به وجود آورد و جذابیت دیگری به طبیعت طالقان ارزانی داشت و چشمانداز بدیعی را به ارمغان آورد.